دخترش رو به دروغگوترین آدم کشورش بده. آدم‌های زیادی نزد پادشاه اومدن و دروغ‌های زیادی گفتن تا اینکه جوانی دانا و باهوش تصمیم گرفت کاری کنه که پادشاه مجبور بشه اونو داماد خودش کنه. پولی تهیه کرد و سراغ سبدبافی رفت تا ازش خواست خارج از دروازه شهر بنشینه و سبدی ببافه که از دروازه شهر بزرگتر باشه و داخل دروازه جا نشه. بعد سراغ پادشاه رفت و گفت من دروغی دارم که هم باید اونو بشنوید و هم باید اونو ببینید. با من به دروازه شهر بیایید. با هم به دروازه رفتن. جوان زیرک گفت سرورم، پدر شما قبل از مرگشان به پول احتیاج داشتن و از پدر من وام خواستند. پدر من هم 7 بار این سبد رو پر از سکه طلا کرد و برای پدر شما فرستاد. اگه حرف منو باور دارید پس قرضها رو بپردازید. اگه هم باور ندارید این دروغ منو بپذیرید و منو به عنوان داماد قبول کنید. پادشاه تسلیم جوان زیرک شد و چاره‌ای جز این نداشت. از اون موقع به بعد هر کی دروغ بزرگی بگه میگن دروغش از دروازه داخل نمیاد.